توی این فیلم میخوایم حواشی فیلم خورشید رو بررسی کنیم، از چالش انتخاب بازیگرا تا جلوه‌های ویژه این فیلم و حتی صحبت آقای مجید مجیدی در جشنواره فیلم ونیز. سلام، محمد حسین سعیدی هستم، یکی از مسافران دوره 2 ساله سفر سینما در مدرسه هنر و رسانه راهینو. توی کلاس کافه فیلمی که هفته گذشته داشتیم قرار شد طبق این تقویم به صورت روزانه از خودمون ویدیوهایی درباره فیلم خورشید بگیریم و برای استادمون ارسال کنیم. این ویدیوها داوری می‌شدن و روزانه به ما امتیازهایی داده می‌شد. و مورد بعدی فیلمبرداری آقای هومن بهمنش، خب اینم اشاراتش شد توی ویدیو قبلی که واقعا هم عالی بود. فیلمبرداری فیلم و چی میخواد برسونه، یه خلاصه‌ای از فیلمو گفته و که ما اینجا دیگه برداشت اشتباهی با یه فیلمنامه نسبتا مسلط و با یه کارگردانی فوق‌العاده که بین بقیه فیلم ما نمیبینیم و بین بقیه کارگردانا نمیبینیم واقعا داره اجرا میشه و اینکه انتخاب بازیگر کاملا درست و فیلمبرداری خیلی حرفه‌ای. این ویدیوها داوری میشدن و روزانه به ما امتیازهایی داده میشد. حالا نفر برتر بچه‌ها اینجاست و قراره با هم همراه بشیم تا جمع‌بندی تحقیقات بچه‌ها رو به شما ارائه بدم. داستان این فیلم روایتگر یک پسر 12 ساله به نام علیه که کودک کاره و صبح تا شب کار میکنه تا بتونه زندگی بهتری داشته باشه. توی یک ماجرایی یک نفر بهش میگه که این زیرخاکی رو برای من پیدا کن و سهمتو بگیر. حالا این زیرخاکی توی زیرزمین یک مدرسه است. علی با هر مشقتی که شده سعی میکنه تو اون مدرسه ثبت نام کنه و خودش رو به اون زیرزمین برسونه و با حرف کردن اون تونل به گنجش دست پیدا کنه. به نظر شما به این گنج دست پیدا میکنه یا نه؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیرخاکیه، اونو برداری اسمم بیاری بارتو بسی. گرفتی؟ نه آقا، خودشه، خود گنجه. اینو تو زیزنه؟ اول از همه میری تو این مدرسه اسمت می‌نویسی. صافایسین هر جا راتون نده دیوار میرین تو؟ ما اینجا واسه ثبت نام کسی پول نمیگیریم. شغل پدر. آقا بابام رفته. بابای ما حبسه. به چی؟ مرده. آقا بابام رفته. اونجا یه علامته، اون علامت به ما میگه جای زیرخاکی کجاست. اگه کسی بو ببره بد میشه. همه رو تقصیر توه. چی؟ زیرخاکی که پیدا کردم با سهم حسابتون رو میدم. همون اول فیلم چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد بازیگران نوجوان این فیلم بودن. خب آقای مجیدی خیلی اصرار داره که در هر فیلمش اون بازیگری که نقش رو ایفا میکنه یه تجربه زیستی داشته باشه درباره نقشش. به خاطر همینم رفتن سراغ کودکان کار و حالا با تست بازیگری که گرفتن روح الله زمانی به عنوان نقش اول فیلم انتخاب شد. خب کار کردن با بچه‌ها برای من یه سابقه طولانی داره. در واقع میشه گفت از اولین فیلمایی که کار کردم فیلم چیلدرن آف هیون، پدر و باران، فیلمایی بوده که عمدتاً با بچه‌ها کار کردم، یعنی محورش بچه‌ها بودن. در نتیجه خب یه تجربه خیلی خوبی رو توی این عرصه کسب کردم و خب همیشه سخت‌ترین بخش توی این کار اینه که شما درست انتخاب کنی و درست بتونی کاستینگ بکنی. برای این کارم خب یکی از سخت‌ترین بخش‌ها این بود که بچه‌ای رو باید پیدا می‌کردیم که بچه‌ای واقعی کار باشن، این تو همین کوچه‌ها و خیابون‌ها و مترو، و این چالش خیلی بزرگی بود و چیزی حدود شاید نزدیک به 4000 نفر ما بچه دیدیم. خب توشون استعدادهای خیلی درخشانی بودن که نهایت این گروهی که توی فیلم بازی کردن رو تونستیم کسب بکنیم. این برای من خیلی جالب بود که روح الله زمانی
همه اون سکانس های تونل رو با پای شکسته و توی هوای خیلی سرد بازی کرده بود. کجاش از همه سخت‌تر بود نقشی که بازی کردی؟ انبار، آب انبار، این قسمت تونل من تو آب. یه چیزی ببخشید من اینجا بگم چون مطمئنم گفته نمیشه. رولا 1 ماه در این فیلم پاش شکسته بود و پای چپش تو گچ بود. تمام سکانس هایی که ما تو تونل گرفتیم پای چپ رولا تو گچ بود. حدوداً فکر میکنم تو آب حدود مثلا 10 درجه 5 درجه زیر صفر، شاید بعضی لحظات تا اینجا در روزایی که تهران برف اومد این بچه تو اون آب بازی کرده، چون ما نمیتونستیم آبو گرم کنیم چون بخار بلند میشد و نمیشه این صحنه گرفت. من همچین چیزی، من عمر سینما این فکر کنم 25 ساله، تا به حال تو زندگیم جلوی دوربینم همچین اتفاقی از معرفت آدم ندیدم که چجوری جونشو برای این فیلم گذاشت و متحیر کننده بود لحظه به لحظهش. باور کنید که با بازیگر حرفه‌ای سینما ایران به وفور کار کردم، به هیچ وجه احساس نمی‌کردم این بازیگر اولین بارش، یعنی رولا تکنیک بازیگری میفهمه و این شگفت انگیزه در مورد این بچه. یکی از بازیگران این فیلم جواد عزتی در نقش ناظم مدرسه بود. یه زمانی هیچکی فکرش نمی‌کرد که جواد عزتی که اسمش توی سایر بازیگران توی تیتراژ درج میشد حالا تبدیل به یک سوپر استار سینمای ایران بشه. جواد عزتی به خاطر تجربه کار تئاتر با نوجوانا و سر و کله زدن با اونا تونسته بود توی این فیلم به خوبی بدرخشه. در مورد خودم، در مورد ارتباط با کودکان، خب سالهای دور من برای کودکان تئاتر کودک کار میکردم، در مدارس تئاتر باشون کار میکردم، ارتباط هم باشون خوب بود. برای من خیلی جالب بود که اون سکانس هایی که داخل تونل ضبط شده بود بیشترش پرده سبز بود. جلوه های ویژه این فیلم به عهده گروه الزهرا. گروه الزهرا یکی از گروه های وی اف ایکس خوب ایرانیه که در لول 1 جهانی کار میکنه. میدونید که جلوه های ویژه فقط به خاطر منفجر شدن ماشین یا شلیک موشک یا پرت شدن از دره استفاده نمیشه. ممکنه یه وقت کارگردان بخواد یک جایی رو سرسبزتر نشون بده، یا مثلا بخواد یک درختی اضافه کنه، یا بخواد یک خونه‌ای بذاره. با خودشون حساب میکنن و ببینن کدومشون صرفه اقتصادی بهتری داره. هر کدوم بهتر میصرفید همون رو اجرا میکنه. یکی از نقدایی که در رابطه با این فیلم نوشته بودن این بود که منشأ اصلی این معضلات کودکانه کار نظام اجتماعی و نظام حکمرانیه، اما در این فیلم هیچ اشاره به اون نشده. اما من دارم میگم که این نقد وارد نیست و این نقد اساساً اشکال داره. چرا؟ چون که اولا به دولت و نظام حکمرانی اشاره شده بود. کجا؟ اونجایی که اون مرد قانون نظارت نادرستی به کودکان کار داشت و حالا با گرفتن اون زهرا دختر افغان رفت و موهاشو تراشید و خب این میشه نظارت نادرست نظام حکمرانی. اول که اشاره کرده بودن به دولت، دوم اینکه مخاطب اصلی این فیلم مردم هستن. چرا؟ چون مخاطب سینما مردمه. حالا چجوری؟ وقتی که شما به مردم این معضلات رو نشون میدی و راه حلش رو هم به مردم میگی، مردم یه جورایی میتونن واسه حل این مشکل دست به دست هم بدن رو این کار رو انجام بدن. یعنی با کمک به مؤسسات خیریه‌ای که ما توی جشن خیریه دیدیم یا کمک‌های مردمی به خانواده بی‌بضاعت و کودکان کار میتونن این مشکل رو تا حدی برطرف کنن. نکته دیگه که برای تو این فیلم هست که بهش میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا هستش که یک مسئولیت‌هایی هست در هر جوامعی که اینا فراتر از قانون و فراتر از حتی دولت هاست. من تو این فیلم تنها مسئله‌ام در واقع خود حکومت و دولت ها نیستن، بلکه مردم باید در واقع بیان و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بپذیرن یه سری مسائل رو، چون به هر حال جامعه مثل یک خانواده میمونه و مسئولیت پذیری به نظر من یکی از رکنای مهمه در هر جامعه‌ای که مردم نسبت به این مسئله کودکان کار هر جامعه واقعا باید مسئولیت پذیر بشن. این فیلم غیر از درخشش در جشنواره فیلم فجر در سطح جهانی هم جایزه‌هایی به دست آورد. مثلا توی جشنواره شیر طلایی ونیز برنده فانوس جادویی شد، یا مثلا از نظر منتقدان هالیوود ریپورتر
توی جمع 20 فیلم برتر جایزه ونیز و تورنتو اعلام شد، یا نماینده اسکار ایران در سال 2021 شد. اما من الان کاری به جایزه‌های این فیلم ندارم. توی نشست خبری جشنواره ونیز مجری از آقای مجیدی یک سوال سیاسی و جهت‌دار پرسید. جواب آقای مجیدی برای من جالب و بسیار درس آموز بود. از شما سوال میکنم به عنوان کارگردان یک فیلمی بوده که به هر حال از نظر سیاسی هم برخورد شده با جامعه ایران و یک حقایقی رو نشون داده که ممکنه یه حقایقی باشن که خیلی ها نخوام باش مواجه بشن. شما به مشکلاتی برخوردین به خاطر این حقیقتایی رو که بیان کردین از نظر سیاسی در مملکت خودتون؟ همونجوری که عرض کردم به هر حال این یه مسئله جهانیه. مختص در واقع یک کشور خاص نمیشه. در واقع میشه یه مسئله کاملا جهانیه، ولی خب به هر حال آسیب‌هایی که بعضی از کشورهای خب خاورمیانه به دلیل جنگ افروزی‌هایی که هست خب این آسیب بیشتر هستش. یعنی شما فکر کنید مثلا خب ما الان چیزی بوده مثلا 40 سال تو تحریم آمریکا هستیم. همین الان که من با شما دارم صحبت می‌کنم تو این شرایط در واقع کرونایی که ما باهاش مواجه هستیم در دنیا که به نظرم یک درد مشترک جهانی است، جالب بدونید که مثلا خب ما یکی از معضلات بزرگی مثلا همین بخش اصلا داروه. این شما فکر کن تو این شرایط که الان خب شرایط بسیار سختی هستش، دارو واقعا وارد ایران نمیشه برای اینکه تحریم آمریکا هستش و 40 ساله که خب توی شرایط سختی این ملت مردم در واقع زندگی میکنن به دلیل تحریم‌های خب غیر انسانی که به هر حال بر این کشور وجود. وقتی که مجری از آقای مجیدی یک سوال سمت و سودار و سیاسی پرسید و از اون خواست که مشکلات خودش رو برای ساختن فیلم در ایران بگه، آقای مجیدی نه تنها که مشکلاتش رو نگفت بلکه استفاده درست کرد از اون تریبون و اومد گفتش که اگر ما به مریضامون دارو نمیرسه به خاطر تحریم‌های آمریکاست، و یا مثلا اگر وضع اقتصادی بدی داریم و چنین کودکان کاری در ایران وجود دارن این هم به خاطر آمریکاست. و یک جورایی انگار مسئله رو برای جهانیان روشن کرد، یک جورایی به قول حضرت آقا جهاد تبیین کرد که بفهمونه که اگر همچین مشکلاتی هم وجود داره به خاطر آمریکاست، نه مثل بعضی کارگردان‌های دیگه که تا پاشون به تریبون جهانی میرسه سفره دلشون رو باز میکنن و ایران رو تحقیر میکنن و خود تحقیری میکنن و هر مشکلی که در ایران به وجود میاد رو بیان میکنن. que je ressens n'est pas très profonde étant donné ce que vit mon pays aujourd'hui. Donc les joies profondes ne sont pas pour les Iraniens en ce moment. Vous devez avoir entendu les nouvelles, les pressions économiques et politiques que subit mon peuple font que les perspectives sont... توی یکی از سکانس‌های فیلم که بچه‌ها دارن توی اون گاراژ کار میکنن و حالا لاستیک‌ها رو جابجا میکنن، یکی از بچه‌ها داره درسشو میخونه و مطمئنم که خیلیاتون به متن شعری که میخونه توجه نکردید، اما ظرافت فیلمنامه آقای مجیدی به همین چیزاست. یعنی در همون شعری که اون کودک کار داره میخونه یک پیامی وجود داره و اون پیام محتوای اصلی فیلمه. این سکانس چیه؟ با هم ببینیم. ملک ایران یکی گلستان است، ما گل سرخ این گلستانی، کار ما ورزش است و خواندن درس. همه از تنبلی گریزانه. این شعر میگه که ملک ما یکی گلستان است، ما گل سرخ این گلستانی، کار ما ورزش است و خواندن درس، همه از تنبلی گریزانیم. این شعر یک جورایی از زبان نوجوانه. وقتی یک نوجوان میگه که کار ما ورزش است و خواندن درس، یعنی ما نباید صبح تا شب کار کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. مثلا نباید با چالش‌های بزرگتر از سن خودمون درگیر بشیم، چیزی که دقیقاً بچه‌های کار با همین چالش‌ها درگیرن. این شعر محتوای اصلی فیلم رو به ما میرسونه. یعنی آقای مجیدی با این شعر خواسته دغدغه خودش رو به مخاطب برسونه. دغدغه آقای مجیدی یعنی اینکه نوجوان در این سنش باید درس بخونه، ورزش کنه و استعداد خودش رو شکوفا کنه تا آینده بهتری داشته باشه. آقا فرض کنی صورت اینم دماغ با این قسمت باید بکوبی تو بینی، میای میزنی. بزنی بزن.
توی اون سکانسی که علی میخواد تکنیک حالا کله زدن رو به ناظم مدرسهشون یاد بده و اینطوری توضیح میده، 2 تا نکته داشت. نکته اولش که نکته روانشناسی هست اینه که اگر کودکان کار رو تنبیه کنیم باعث خشونت بیشتر و یاغی شدنشون میشه و حالا کار رو بدتر از اون چیزی که هست که میکنه. نکته دوم این بود که علی حالا هنگام توضیح دادن به ناظم مدرسه واسه کله زدن میگفت که اگه بلد نباشی ابرو آسیب میبینه و باید مراقب باشی. اینجوری که دماغ خود داغون میشه که نه، باید بلد باشی، مراقب ابروتون هم باید باشین. با این قسمت زیدانی چجوری بازی آخری زده بود، وقتی میزنی سری باید بکشی و دقیقا به ابرو راستش هم اشاره کرد. میریم جلوتر و میرسیم به آخر فیلم، میبینیم که وقتی ناظم مدرسه میخواد از اون مأموری که زهرا رو کشل کرده انتقام بگیره، با اینکه بلد نیست درست کله بزنه و آنچنان حرفه‌ای نیست، ولی کله میزنه و به حال اون انتقام خودش رو میگیره و حالا وقتی که میاد بیرون میبینیم که ابروی راستش یه مقدار صدمه دید. نگاه ما به فیلم‌های سینمایی ارزشمند مثل یک پروژه تحقیقاتی بلند بالا، آموزنده و پر از نکته است. تمام سعیام کردم که از بین این همه نکات فیلم خورشید بهتریناشو سوا کنم و بهتون ارائه بدم. ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید. خدا نگهدار.